سلام. وقتی من میگم صاحبکار، تاجر یا به قول معروف بیزنسمن، آیا در ذهن شما یک انسان کتابخوان پیدا میشود یا نه؟ فکر میکنم که نه. هر باری که من اگر صاحبکار، تاجر، بیزنسمن اگر گویم، حتما در ذهن شما یک انسان پولدار پیدا میشه. صاحبکاری که همین حالا میخوام همراهش گفتگو کنم، کتابخوان است، کتاب دوست هست و اهل مطالعه است. با همین انگشت ها هم پول میشمارد و هم کتاب ورق میزند. نوروز یوسف. خب ما در کارگاهی کارکرد میوه خشک نیروی کم همین حالا قرار داریم. برای تأسیس یا در جریان تأسیس همین کارگاه کدام کتاب برای شما کمک کرد یا از کدام کتاب شما انگیزه گرفتی، الهام گرفتی؟ بودن کتابی که برای تأسیس همین کارگاه برای شما کمک کرده باشه؟ مبانی هر ماه یک تا کتاب من حرکت کرده میخونم. به نزدیک یک کتابی جدا عجیب بود است. نی работа с мудаками. اینجا هست. گرم اجازه هست. خب همون کتاب هم معقول شد چون برای کار کردن همین کتاب یک 4 روز 5 روز مطالعه کردم. باور کنید خیلی воспринимать مثلا کارگرک اگر این گفته یکتاش که بسیار عجیب نیستگی بید برای ما گپای ما خشک و هوایی نشود از کتاب مثال بریم. این چی گفته است و کجایست؟ کدام صفحه کتاب بیشتر برای شما شوق آورتر بود؟ ببینید تا جایی که من دارم این نشانه این است که شما تا اینجا خواندید. من همیشه خوندم و در آن برات خیلی مبینش پرسیدم. این درباره چی گفتگی این کتاب؟ درباره که مثلا فرض کنیم رئیستون یعنی پارتنرتون بعضینده اموشنال نه خودش داشته نمیتونه. درباره استیو جابز گفتگی که مثلا بسیار اموشنال بسیار آدم شکستگی بود. بسیار مسخره کردگی و کردگی نه پچخ کردگی. درباره همون فایده همون مثلا اموشنال نه مثلا раздражитель یعنی که چخیل دوید میکند. من بعد بسیار آدمای فهمیدم که بسیار آدمای همین خیل مثلا خودش رفتار میکنه. همون با подражание یعنی که همون با خودش مطابق میکنه. این همین که فخر میکنه. مثلا همین کتابان تو حتی گفته که تو حتی استیو جابز باشدم حیاتت این خیل آدمو که نگذارم. خاطر و مثلا همین قدر تریلیون کمپانی ساخت. لیکن حیات تو این درجه مثلا خودت پاس نکن که همه آدمو که من کار نکن گفته. همین کتاب گفتگی بس نشته. مثلا اگر اون پارتنر تو هم خیلی باشه دیگر رو تعریف میکنن که من مثلا دهنشانده فقط حقارت دیگر چیزو بسیاری ها وای میکنن تعریف میکنن که اون بخواد بود است. بعد همین کتابانو گفته که лучше не работайте с ними. حیاتت نگذران همین چیز که همین اشته خوندم و خنده بسیار واقعه هایی که من که گذاشت. بعد من گفتم که یعنی که حیات به انسان یک بار میبید. همون حیات همون که نگذران. همین دیدی که وای بسیار حقارت که احساس دیگر دور شو. وای واسطه نکنه که چون وای نمیشه دیگه. Як دوست мой Тимур Худайбергенов, он говорит, никогда не воспитывайте людей. Это бесполезное занятие. Воспитывайте своих детей. Никогда не воспитывайте чужих людей, потому что это бессмысленно. Это неблагодарное дело. Воспитывайте своих детей. Фикр кардин гапа что говорит. Хавая hayot накард, тарбия накард. Падару модараш тарбия накард. Общество, مثلا گرد اطرافش تربیت تو چونگی تربیت کرده. و استفاده با در کاری جاد با если он нужен, مثلا он специалисти зур, техники зур, сварщики зур. فرض کنیم یگان چیزی زور میسازد. همون با استفاده با پولش تی جوابش تی. و یک گرد اطرافتان گران نگرد که همون نگاتیو توی همون قفو میبرد. همین چیزه همین خواندن. یعنی این مؤلف میگه که تو تربیه نکن هم وطن. نه این هم بود دیگرش هم گفتست.
тарбия накун ягонташа. خب پس چقدر تربیت یابد مادامی که ما تاثیر نکنیم مادامی که ما مثلا سهمانه باشد مادامی که ما مثلا من فکر میکنم که شاید ما برای کامل کردن همدیگر شاید ما اینجا هستیم مثلا من اگر دانم که شما خطا میکنید من باید بگم که برادر این کار تو این است و این کار تو خطا است و باید این کار کنید فکر نمیکنید که ما برای تربیت همدیگر مسئولیم توره خب مسئول لیکن یک بار گفته بینیدو و تا 30 ساله 40 ساله تربیت کرده همون چیز نشدگی باشد خودت عذاب نده ها خودت عذاب نده ما اکنون فهمیدم بله خودت عذاب نده من پیش خونی جگر میشدم مباحث سپور میشن هم بسیار گفتم هی همش ترانه کن ها آخر وقتا هم تو گفتم نمیشه نمیشه چونکی ویش نیست گفتی روسو که توکش نیست و تربیت کردن نمیشه و حیات 40 سال 50 سال با تربیت نکرد و چیز دیگر نشد یکی تکتی دیگر نمیشد و علاقه شخ شدگی و تو 7 ساله باشد و نشان تید یا نتونه گرفته گردید هم вам говорят, никогда не воспитывайте своих детей. Никогда не воспитывайте своих детей, потому что это бессмысленно. Они все равно будут делать то, что делаете вы. Воспитывайте себя. Вы падер мадераш این کارا کردگی تو دیگر کردگی و 40-50 رفتگی و چی خیلی تربیت میکنی ولی که شخ شد ولی همون استفاده میبرید در کاری جاتون باش شما در کار باشید دیگه شرطنامه میبندید که همین کارا کردن نکن نرخش همین میشه معقول میتونه ها همون یک جواب جدا میکنید کارش بود کردن پولش میتید میگید که ها اکار رحمتی کلام بهترین کار شما زورترین من روزی شوید من پولی گرفتم بود چه شخصی رو نیستم چونکه حیاتتان گذشته میرده و وقتی کار میکنم که گذشته میرد همین این کتاب همین بنازکی من как работать с мудаками بود این работать с мудаками و как работать с мудаками اگر جورا گرفته است چونکه نیافتم تکش گفت که و کتابت ماننده وقتی چه یک دانم که همون گرفتم حال خواندگی میگم هم پدر بسواد آورده میتونم گفتم من اینش خوانده شدم خودی نیشه گیر بشه وارده